افترا بر عثمان رضی الله عنه. مثل عثمان نبود که تمام زندگیش جمع کردن درهم و دینار و بالا کشیدن بیت المال باشه. پیغمبر اکرم با چشم حقارت به دنیا نگاه می‌کرد. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از زیر آن جویبارها روان است و جاودانه در آن میمانند. این است رستگاری بزرگ. بینندگان محترم، پیش از آن که به این سخنان بی‌پایه و اساس پاسخ دهیم، به پاره‌ای از فضیلت‌های این بزرگوار اشاره می‌کنیم. عثمان رضی الله عنه پسر عفان ابن امیه ابن عبدالشمس ابن عبدمناف است که نسب ایشان در عبدمناف به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میرسد و مادر بزرگ مادریش ام حکیم خواهر تنی عبدالله پدر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. یعنی عثمان پسر دختر عمه رسول الله می باشند. 1. عثمان با 2 دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج نموده و دانشمندان اسلامی گفتند غیر از او هرگز کسی را نمی شناسیم که با 2 دختر پیامبری ازدواج کرده باشد و بدین سبب وی ذوالنورین نامیده شد. 2. ایشان از پیشگامان به اسلام و مهاجران نخستین است و بعد از خدیجه، ابوبکر، علی و زید رضی الله عنهم به پیامبر ایمان آورد. 3. عثمان اولین کسی بود که با خانواده‌اش به حبشه هجرت نمود و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه فرمودند همانا عثمان بعد از لوط علیه السلام اولین کسی است که به سوی الله با خانواده‌اش هجرت می نماید. 4. همان گونه که پیشتر ذکر گردید ایشان پسر دختر عمه رسول الله نیز هستند. 5. وی سفیر برگزیده رسول الله در صلح حدیبیه به سوی کفار قریش در سال 6 هجری بود. 6. عثمان رضی الله عنه در ماه رجب سال 9 هجری یعنی چند ماه قبل از وفات رسول گرامی اسلام بخش عظیمی از لشکر اسره یا جیش الاسره را با مال شخصی خیش مجهز نمود و 950 شتر و 50 اسب و 1000 دینار را در این راه انفاق نمود و این جنگ در تاریخ به غزوه تبوک معروف گشت که در آن مسلمانان و رومیان در مکانی به نام تبوک رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. الله متعال در آیه 117 سوره توبه رضایت خود را از شرکت کنندگان در این جنگ اعلام فرمودند. همچنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرمایند که هر کس این لشکر را مجهز نماید اهل بهشت می باشد و پس از آن که عثمان این عمل عظیم را انجام داد رسول الله فرمودند پس از این عثمان هر کاری انجام دهد هرگز به او زیان نخواهد رساند. 7. به گواهی رسول الله صلی الله علیه و آله عثمان شبیه ترین شخص به نبی الله ابراهیم علیه السلام می باشد و فضائل دیگر وی بنا به فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرم و آزرم بسیار ایشان می باشد و نیز رسول الله از وقوع فتنه در زمان ایشان و شهادت وی به دست آشوبگران خبر داده بود. 8. همان گونه که در آیات و احادیث سابق ذکر گردید ایشان از جمله کسانی بودند که الله و رسولش بارها به آنها وعده بهشت داده اند و الله رضایت ابدی خیش را از آنها اعلام نموده است. جواب شبهه:
سیدنا عثمان قبل از اسلام به تجارت مشغول بود و با ثروتی که از پدر به ارث برده بود بدان اقدام می‌نمود و توانست پس از موفقیت‌های بسیار جزو ثروتمندان و بزرگان بنی امیه که خود صاحب قدر و منزلتی والا در میان قریش بودند شود. اما با این وجود ایشان در نهایت زهد و سادگی زندگی می‌کردند و این مال شخصی خیش را همان گونه که قبلا ذکر شد در راه خدمت به اسلام و مسلمانان انفاق می‌نمود و همچنین به بعضی از خویشاوندان و پسر عموهای خیش که از بنی امیه و غیره بودند می‌بخشید تا وضعیت زندگی آنها بهبود یابد. مصادر و مراجع: فصل الخطاب فی مواقف الاصحاب، تاریخ طبری و منهاج السنه.